صفت خندیدن الله سبحانه و تعالی اجماع سلف صالح اهل سنت و الجماعت بر آن اتفاق دارند که خندیدن یکی از صفاتهای الله است و آن را باید بدون تحریف، دیگرگون کردن معنا یا لفظ قبول کنیم و بدون تعطیل، بدون انکار کردن این صفات قبول نماییم و بدون تشبیه مانند کردن با مخلوقات این چکار نماییم و اثبات نماییم و بدون تکییف، بدون تفسیر چگونگی صفات بپذیریم. هر صفات را ما باید انا همین گونه قاعده قد بپذیریم و قبول نماییم. و هر کسی را دیدیم که اگر که صفات الله را تفسیر می نماید، تعطیل میکند یا که تشبیه میکند، انکار میکند، مانند میکند، هر چیز بدون که از اهل ضلالت است. اما تفسیر اهل تعطیل باشد، تعطیل کی است؟ انکار کنندگان صفات. گروه از اهل تعطیل آنهایی که صفات الله را انکار میکنند یا معنای ظاهری آن را رد میکنند یا تغییر میدهند، صفت خندیدن را به معنای ثواب دادن میگوید یا پاداش تعویل داده میکنند، به معنای ثواب که پاداش دادن تعویل میکنند. اما این تفسیر به ظاهری متن مخالفت دارد، چون که این تعویلی که آنها مینمایند مخالف ظاهری قول پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام و اجماع علما است. چون در قاعده چهارم این رو ما بیان کرده بودیم، شرح داده بودیم. اما رد به اهل تعطیل چگونه ما بر آنها رد مینماییم؟ برای این تعویلشون معنای ضاحک خندیدن باید بدون تعویل و موافق ظاهر آن قبول کرده شود. برای چی؟ چون متن‌های شرعی یعنی قرآن و سنت آن را به معنای خاص و ظاهری آن بیان کرده است. به معنای ظاهری می آورد. یضحکو میخندد گفته است و سلف این معنای ظاهری قرآن و سنت را تعویل نکردن، با اعتقاد کامل آن را پذیرفتن، قبول کردن. پس خلاصه صفت خندیدن برای الله ثابت است و آن را با تمام کمال و احترام با شکوه و بزرگی الله بپذیریم. پس این صفت معنای خاصی دارد که به الله لایق است و از هر گونه نقصان و شباهت به مخلوقان پاک است. از هر گونه تعویل که معنای اصلی را دیگر میکند از اصول اهل سنت میبارد اگر انسان تعویل تغییر کرد. از هر گونه تعویل که معنای اصلی آیات صفات و احادیث صفات را دور میکند یا که رد میکند از اصول اهل سنت این شخص دور است.